شب گذشته با خاطر مخصوص هیئت تیم ملی فوتبال ایران جهت اشتراک در مسابقه جام ملت‌های کاف با پایتخت محبوب تاجیکستان شهر دوشنبه وارد گردید. به همین مناسبت در فرودگاه بین المللی پایتخت مراسم با شکوه استقبال صورت گرفت. فوتبالبازان منتخب ایران را نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و همچنین جمع از هموطنان مقیمی این کشور که در تاجیکستان فعالیت دارند گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. قسم زیادی بازیگران این تیم بارها به تاجیکستان تشریف آوردند و تأثیراتشان از سرزمین دوست و برادر خیلی خوب ارزیابی می شود. از جمله یکی از بازیگران کلیدی منتخب ایران رامین رضاییان ضمن مصاحبه با تلویزیون ورزش چنین ابراز نظر کرد. اومدیم برای یه تورنمنت خوب، امیدوارم میزبانی بسیار خوبی داشته باشید و اتفاقات خیلی خوبی بیفته که مردم تاجیکستان از این تورنمنت لذت ببرن. ما برای آماده سازی اینجاییم و مطمئنا ما بازیایی میکنیم که در حد لول ایران، در حد اسم ایران باشه و امیدوارم که بازیای بسیار خوبی برگزار بشه و مردم تاجیکستان و کسب طرفدارای تیم‌هایی که اینجا هستن لذت ببرن از فوتبال. همه تیم‌ها قابل احترامن. ما میریم تو زمین فوتبال بازی میکنیم و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. سرمربی منتخب فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی برای اشتراک در مسابقه جام ملت‌های کاف هیئت اساسی خود را عبارت از 27 فوتبالباز به تاجیکستان آورده است. دروازه‌بان‌ها پیام نیازمند، سیاد حسینی و نیما میرزازاد هستند. به قطار دفاعگران امید نورافکن، محمد نادری، محمد امین حزبوی، عارف آقاسی، محمد حسین، علی نعمتی، آریا یوسفی و رامین رضاییان شامل می باشند. نیم حمایتگران محمد محیبی، علی رضا کشکی، سامان قدوس، روزبه چشمی، محمد خدابندلو، محمد قربانی، علی رضا جهانبخش، مهدی محیبی، مهدی تیغداری، امیر حسین زاده و مهران احمدی به حساب می روند. حمله‌وران یکچین ایران را 5 نفر مهدی تورمی، شهریار مغندلو، علی علیپور، مجید علی اری و مهدی هاشم نژاد تشکیل می دهند. از میان این بازیگران مهدی تورمی قبل از دیگران به تاجیکستان آمد، در حالی که علی رضا جهانبخش قرار است تا آغاز بازی دور اول به هیئت همراه شود. سلام به مردم عزیز تاجیکستان. والا ما آماده‌ایم انشالله که بتونیم تورنمنت رو هم خوب شروع کنیم، هم پایان خوبی داشته باشه و انشالله که تورنمنت خوبی باشه به میزبانی کشور دوست و همسایه تاجیکستان. انشالله که همه چی خوب باشه و انشالله که از فردا ما تمرینامون اینجا شروع می‌کنیم و تا اولین بازیمون که روز جمعه است. حالا اینکه تورنمنت، ولی ما هر بازی ملی برامون مهمه، بالاخره پیرن مقدس کشورمون رو می‌پوشیم و با تمام توانمون بازی میکنیم از اولین بازی تا روز آخری که اینجا هستیم. ان شاءالله که بتونیم دوباره تکرار کنیم اون مقامو. برخی از بازیگران دیگر این تیم بنابر سبب اشتراک در مرحله انتخابی جام آسیا با منتخب تا 23 ساله ایران جلب شدند. فوتبالبازان دیگر با مانند سعید عزت اللهی، سردار آزمون، محمد کریمی، مجید حسینی، علی غالیزاده و مهدی قایدی با سبب جراحت داشتند به منتخب دعوت نشدند. دروازه‌بان اساسی دسته علیرضا بیرانوند باشد، بنابر سبب سلب صلاحیت اشتراک نخواهد کرد. یادآور می‌شویم که تیم ملی ایران در جام ملت‌های کاف در گروه بی با منتخب‌های تاجیکستان، افغانستان و هندوستان قرار دارد. مسابقه مذکور از 29 آگوست تا 8 سپتامبر در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان دایر می‌شود. حریف یکچین ایران در دور اول منتخب افغانستان به حساب می‌رود.